درود و عرض ادب. سلام دوستان، ارادتمندم، علیرضام از موبایل نارتل. تو این ویدیو میخوایم بررسی و مقایسه A55 و A54 رو داشته باشیم. A55 تازه وارد بازار شده، حدود 4-5 میلیون اختلاف قیمت داره و ما میخوایم ببینیم ارزش خرید داره یا نه و چه مزیتایی داره. آخر ویدیو هم از دست ندین که تست سرعت این دوتا گوشی رو داریم که یکی از مزیت‌های A55 هست. بریم که داشته باشیم. تو اولین قسمت میخوایم صفحه نمایش این دوتا گوشی رو با هم دیگه مقایسه کنیم. صفحه نمایش بچه‌ها هر دو سوپر امولد هست، نرخ تازه سازیشون هر دو 120 هرتزیه و روشناییشون هم 1000 نیتیه. تفاوتی که دارن چیه؟ شیشه LCD این دوتا گوشیه، شیشه صفحه نمایش این دوتا گوشیه که A54 از گوریلا گلاس 5 استفاده میکرد و A55 یه نسل پیشرفته تر شده و از گوریلا گلاس ویکتوس استفاده میکنه که در برابر خط و خش و ضربه مقاوم تره، ولی A54 تراکم پیکسلیش یه ذره از A54 بیشتره و همینطور حاشیه صفحه نمایش هم 3% تو A55 کمتر شده. ظاهر و ابعاد اندازه این دوتا گوشی بخوایم بررسی کنیم، یک وزنش بیشتر شده، حدود 12 گرم و جنس بدنش از پلاستیکی تبدیل به آلومینیومی شده و یه مقدار تغییر کوچکی دیگه که تو ویدیو میبینیم. بریم سراغ سخت افزار و پردازنده این دوتا گوشی. هر دو اگزینوس هستن ولی A55 یه نسل پیشرفته تره و همچنین سرعت رمش بیشتر شده، از تکنولوژی پیشرفته تری استفاده کرده و نسخه رم 12 هم A55 داره. بچه ها بجز این مواردی که بهتون گفتم، تو بقیه قسمت ها باتری، دوربین، توان شارژ و همه چی کلن این دوتا گوشی یکی هستن. A55 مطمئناً گوشی بهتری هست ولی شاید خیلی به صرفه نباشه، ولی احتمال داره آینده قیمتش مناسب تر بشه. A55 قبل از خداحافظی ازتون دعوت میکنم تا تست سرعت این دوتا گوشی رو با هم دیگه ببینید.